درود میگویم به شما بیننده‌های عزیز شبکه سفینه. این برنامه نوبتی خونی تاجیکستان است و امروز ما قرار داریم در خانه خوله روزیه و برای ما یکی از خوراک‌های بسیار هم با لذت ملی تاجیکی آماده میکنن. این هم باشد یک خوراک بسیار معمولی است، بهترش خودش گوید. برای دیگر سلام علیکم. و علیکم السلام. خب امروز کدام خوراک رو ما آماده میکنیم؟ انیق‌تر شما آماده میکنید؟ امروز کمتر تردد دیدگامو همین چوقی که بچیم اوقاتی لگمانی ملی. لگمانی ملی ها؟ لگمانی ملی. خیلی خوب. خب بیننده عزیز امروز خب خوله روزیه لگمن آماده میکنم و چون میبینید در اینجا علاقه محصولات هست، اون محصولاتی که برای لگمن امروز استفاده میبرند علاقه هست و برای دیگر من میخواستم برای بیننده های عزیزی شبکه سفینه خاصتا مخلصان و دوستداران برنامه خون تاجیکستان میگفتید که کدام محصولات لازم است برای لگمن؟ برای لگمن یکمش آب با نمک، آرد، گوشت، پیاز، کارتوشکا، پمیدور، بالگرسکی، نخود، قرنفل بلغاری، بله، خاکه های خوشبوی کننده، تخم و کبودی ها محصولات میره. یعنی که بیننده های عزیز اتوندم که خوله روزیه خب شروع کرد علاقه من بار دیگر برای شما میرسونم که خب همین محصولات لازم است. اول آبی که در طبق هست در نزدیک خوله روزیه خب نمک با مقدار کافی خب آمیخته کردن و یک تخم رو انداختن. خب باز چیکار میکنیم اکن؟ همش با دست باید باشد ها؟ خب آرد رو میاندازند. خب در همین منطقه شما بغیر از همین گفتید که لگمن تاجیکی کدام خوراکو بیشتر آماده میکنن؟ کدام خوراکای ملی تاجیکی رو؟ خیلی با چیزای ملی تاجیکی با سحر میخورده که چیزا مثال به شیر برنج میشد، اون موچ میشد، شیر چای میشد، بعد من آش سیوق میشد، توپه میشد، منتو میشد، چچبیره میشد. من خیلی چیز شما گفتنی هستید که قریب همه خوراکای ملی تاجیکی در این منطقه خب آماده میکنند، همین طور است؟ همین خیلی میشه. تا جایی که ما معلومات داریم شما خب در برابر پختن خوراکای ملی باز بشبهه یک چی گویم دوزنده بسیار خوب ماهر هستید، همین طور است؟ خب چگونه است این کسب؟ چگونه است برای رشد این کسب؟ خب شما چیکار میکنید؟ آیا شاگردها دارید با آنها میآموزونید؟ شاگرد دارم بسیار، شاگردان بسیار. زندگی خانه باید که با همین کارا من مثال به مردکمانم کار کند، زنکم باید خانه با کار کند. من خانه‌شین هستم لیکن من 47 سال میشه زندگی میکنم. زندگی کتی من زندگی من میبرم، مردکم با یاردم میشه داتا جان، زندگی خانه با یاردم میشه. مثال به من یاشویم مرمی کسبه یاد گیرن اگر همه وقت زندگانشون پیش میرد. برای چی که یک کس به نگاه کرده نمیستن که زندگی آباد میشه. بچی خیلی خوب، خیلی عالی. خب چی میدوزید اگر سوال کنیم؟ خب کتای مردانه میدوزم، کتای زنانه میدوزم، چپون میدوزم. بچی جامعه؟ چه جامعه ها؟ چپونی مردانه. خب چیزی که منم بخیر دستم میبیاد همین کارایی میکنیم. بچی خب شاگردان چند تا هستند؟ با شاگردان تیم چند کس هست؟ کیم چند تا شاگرد برابری خدا بشکر بایم شروع دوزنده ماهر شده که حاضر بایم. خیلی خب میبیام بود و شاگردا من آمده خبر میگیرم، کمبودیاشون باشد آمده میپرسن که چیکار کنیم. گفته خب با من یاد میتیم، من میگم بچه من این کارم خیلی میشد با خرسان شده بر آمده میرن. خیلی خوب. من فکر میکنم علاقه پر آماده شده از بیننده‌های عزیز. خب قریب که آماده شد و بینید که نفری که مثلا اگر از او داشت میبراید علاقه معلوم است که چگونه خب در یک مدتی کوتاه خب خوله روزیه علاقه به قول زواله رو گرفتن و آماده کردند و میگذارد به خب زینه دویم. این برنامه خون تاجیکستان است، ما رو همراه باشید. بعد از چند لحظه برمیگردیم. این خوراکی که آماده میکنیم برای چند نفر است خوله روزیه؟ این یگون 10 کس به ملال میرسد. به ملال میرسد. خیلی خوب، خیلی خوب. خب
بیشتر فرزندان مثلا اهل اویلا کدام خوراک‌ها رو بیشتر از شما خب درخواست میکنن خواهش میکنن که شما آماده کنید؟ بسیارترش همین لگمن. لگمن میگن که اوچه لگمن کنید. بسیار بولذت ها. خب پیاز الکی بینندگان عزیز الکی خب یک قسمتی گوشت آماده شده است. برای همین میپردازد با ریزه کردن پیاز و خب خوله روزیه. گرچنده که من باوری کامل دارم که الکی فرزندان کلان شدند کلین ها هستند ولی به هر حال چگونه است برای خودتون آماده کردن برای فرزندان یگون نوع خوراک یگون خوراک بسیار بولذت یک روح الهامی تازه میبخشد؟ البته که لیکن فرزندان فقط میگن که وای کنند اوچه جان اوش سیخ کنید اوش بریده لیکن لگمن بسیار تریش طلب میکنه که برای که اوقات با مزه بولذت میشه برای که مثال به یک ماه به دو بار میکنیم همین لگمنه برای که بسیار طلب میکنه فرزندان که یاد کی کردن دخترها هم مثلا جمع میشه کلینو جمع میشه دست به دست میکنیم یک دنبه میشه تیار اوقات لگمن لیکن کارش وای کمک زیادتر کمتر زیادتر اوقات دیگر کردن با برای که زیر بکش دیگر تیار میکنید او برای اوگروی با اگر سر دیگر دیگ با میجوشانه برای هوای کمتر اوقاتی وای برینه برای که یک دیگ با زیر بک تیار میشه بعد ویش با لگمن با اوگروی دیگر دیگ با میجوشانه. واقعا هم بینندگان عزیز اون محصولاتی که خب لازم است گفتیم برای لگمن برای دیگر خوراک‌های ملی تاجیکی البته تمام محصولات وطنی است یعنی در تاجیکستان بیشتر ما همه همون محصولاتی که لازم میآید برای خوراک‌های بسیار هم بولذت آماده کردن هست و به شبهه ما میبینیم هم خوراک‌های خوشبوی کننده و هم خب همون کبودی ها پمیدور نخود کارتوشکا همش خب محصول دستی خب برزگران یا خود دهقانان تاجیک هستند. از همین لحاظ شما میتوانید هر یکی شما میتوانید در خانه‌تان چنین خوراک‌های بولذت رو آماده کنید. و امروز خوله روزیه آماده میکنند لگمن یعنی لگمنی تاجیکی. اکنون بینندگان عزیز تو یک اندازه اکنون خب یک قسمتی کار انجام داده شد. خوله روزی الکی خب قلمفور بلغاری کارتوشکا پمیدور پیاز گوشت رو خب میده کردند ریزه کردند آماده کردند و من فکر میکنم که قسمت اول در اینجا الکی به آخر رسید کاری ما و قسمت دوم در نزد دیگ چون همیشگی خوراک‌های ملی تاجیکی از دو قسمت عبارتند. یکی آماده کردن یعنی محصولات دیگرش وارد دیگ میشد و در نزد دیگ
برنامه صورت میگیرد. از همین لحاظ بعد از چند لحظه بیننده عزیز برمیگردیم و ما رو همراه باشید. این برنامه خونی تاجیکستان است از شبکه سفینه. خب بیننده های عزیز، زینه دوم نیز پس سر شد، چون ما در اونجا بعد از اونی که خب محصولات رو ریزه کردن خلای روزیه، بعدا خب زیربک رو در اینجا آماده کردن در همین دیگ. بعد از زیربک رو گرفتن اکنون آب انداخته ده و برای چیکار کردن این رو؟ برای جوشانیدن اوگرو. خیلی خوب و من فکر میکنم که خب بسیار وقتی کم مونده است آماده شدن لگمن و حتما که یک لگمن بسیار بولذت خواهد آمد و این رو بعد از چشیدن ما میگوییم و بشوپه خلای روزیه نیز در اینجا اعلان داشتن که بسیار یک خوراک بولذت خواهد آمد، زیرا او در همون چندین سالی که آماده میکرد این خوراک رو باری هم به لذت یا خود به مزه آمده است و بعد از چند لحظه خواهیم چشید سری دسترخوان و میگوییم که چگونه لذت دارد چگونه مزه دارد. بیننده عزیز و بعد از چند لحظه برمیگردیم، ما رو ترک نکنید.
اکنون بیننده‌های عزیز بالاخره سر دسترخوان خاله روزیه نشستیم و انمون لگمن بسیار بالذتی که وعده داده بودند بالاخره آماده شد بعد از زحمت‌های زیاد و بشبهه شما خودتون می‌بینید و من باوری کامل دارم که هر یکی شما طریق شبکه سفینه ما رو تماشا دارید و انا گفته ایستادید که ما نیز در همین دسترخوان باشیم با همراه خاله روزیه و من باوری کامل دارم که شما امکان دارید هر یکتون آماده کنید در خانه‌تون و خب استعمال نمایید از این خوراک. سخن رو زیاد نمیکنیم، مرحمت میچشیم با اشتباه باشید. رحمت کلون انمون گفتیم که بسیار لحظه های حل کننده برای بهادی خوراک و میبینیم که چگونه لذت دارد. واقعا هم کیروی انمون زحمتی که در اینجا کشیدند خاله روزیه کیروی انمون هست زیرا بسیار بالذت و خاصتا انمون زوله که شما میده کردید خیلی لذتی به خود خاص پیدا کرده است و انمون زیربکی که کردن گپ نیست. بسیار عالی، بسیار عالی و من بیننده‌های عزیز با باوری تام گفتم میتوانم که هر یک شما میتوانید این خوراک رو آماده کنید زیرا بسیار خوراک سبک، بسیار خوراک بالذت است. من از شما بسیار سپاس میکنم خاله روزیه برای یک خوراک بسیار بالذت و واقعا هم استعمال کرده بودیم لگمن رو و این نه و این لذت و این مزه داشته رو راستی نه و من باوری کامل دارم که چون خاله روزیه سهم خود را گذاشتن برای رشد هنرهای مردمی خاصتا خوراک‌های ملی هر یک شما نیز خب سهم خود را میگذارید و من باوری کامل دارم که در خانه‌تون برای دوستان برای مهمونان برای نزدیکان این خوراک رو آماده میکنید. بار دیگر ایسوری سپاس میگویم برای خاله روزیه برای چنین خوراکی بالذت برای اشتراک در برنامه خانه تاجیکستان. بیننده‌های عزیز اینجا باشد برنامه نوبتی خانه تاجیکستان با آخر میرسد. تا دیدار نوبتی خود و نزدیکانتون را احتیاط کنید، همیشه سالم بمانید، همیشه خوراک‌های بالذت را استعمال نمایید و خاصتا خوراک‌های ملی تاجیکی خودمون را. تا دیدار نوبتی سلامت باشید. خیر.